چی شده؟ بعد اینجوری میگذشت 2-3 روز بعدش دوباره نه زنگ میزد یهویی، نه حالی میپرسید، اصلا از این جور ماجراها. ولی مثلا من زنگ میزدم حالشون، یه موقع زنگ میزدم خونهشون حالشون میپرسیدم، احوالشون میپرسیدم، خواهرش اینا. 2 روز بعدش خودش یه دسته گل میگرفت میومد خونمون. مثلا این شوکا رو به من وارد میکرد. همش من تو استرس بودم تو این حالت ها. یا مثلا مامانم میفهمید، مامانم کلا استرس میکشید، اصلا زیادم ماجرا رو به بابام و به داداشامونم نمیگفتم. سعی میکردم به خانواده‌ام زیاد حرف دلمو نگم. ولی کلا تو این چالش ها خیلی منو میذاشتش. اینا مثلا یکی از چالش های دوران نامزدیم بود. ولی حالا گذشت، این روزا گذشت، نزدیکای عروسیمون شد. قرار شد ما بریم برای خرید اجناسی که قرار بود داماد بر ما بخره. حبیب نمی اومد. تو خیلی از خریدا با من نمی اومد. مثلا پدرش رو میفرستاد، مادرش رو با من میفرستاد. مثلا خرید مثلا عید قربان بود، یا مثلا خرید عید بود، عید نوروز بود. مثلا من میرفتم یه لباس میخریدم، یه شلوار میخریدم، کفش به سلیقه خودم میخریدم، میومدم